در مورد این کنترل هیجانات کلا، حالا استرس یا مثلا همین دعوا و پرخاش و اینهایی که اتفاق میفته، بعضیا میگن باید اصلا از اون شرایطی که هیجانات رو زیاد میکنه دوری کرد. یه عده دیگه میگن نه، اتفاقا باید انقدر توی اون شرایط قرار گرفت که مدیریت و کنترلش دست خودمون بیفته. مثلا توی همین مثال کنکوریمون، مثلا دانش آموز میگه من آزمون آزمایشی میدم استرس میگیرم. بعضی بهش میگن خب پس آزمون آزمایشی نده، چون هر موقع تو اون شرایط میری استرس میگیری. بعضی دیگه هم بهش میگن نه، تو انقدر باید آزمون بدی که دیگه این آزمون دادن کار روتین برات شده باشه و بتونی سر جلسه کنکور هم خودتو کنترل بکنی. یعنی توی در واقع هیجانات کوچیک تو وقتی بتونی کنترل بکنی، هیجان بزرگتر هم میتونی کنترل بکنی. کدوم یکی از این دوتا حرف درسته؟ چون هر کدومش رو از یه عده میشنون و باید انتخاب بکنن بالاخره راه درست و راه علمیش کدومه. درست. شاید بتونیم بگیم هر دوتاش درسته، شاید هم بتونیم بگیم هر دوتاش غلطه. درست. یه نکته ای رو بگم که ما این چیزایی که داریم راجع به آدم ها حرف میزنیم هیچ فرمول اثبات شده همه‌گیری نداره. یعنی اینکه من بگم مثلا من بگم یه قرص می‌نویسم همه استفاده کنن خوب میشن، یه فرمول بگم همه اطلاعات رو وارد این فرمول بذارن نتیجه یکسان خروجی به دست میاد. اصلا همچین چیزی وجود نداره. به تبع با خلق و خوی آدم‌ها، شیوه زندگیشون، طرز تربیت و فرهنگشون متفاوته. حتی ژنشون، خیلی چیزا روی این موضوع تاثیر داره. اما اگر بخوام به طور کلی بگم، من تا زمانی که دارم از هیجانم فرار میکنم، اصطلاحاً فاصله میگیرم، مثلا بگم من توی آزمون آزمایشی دچار استرس میشم پس دیگه اصلا آزمون ندم، خب این شبیه یک سدی میمونه که من جلوی یک رودخانه دارم میبندم. من میتونم دریچه سد رو کامل ببندم، اما معنیش این نیست که رودخانه از جریان میفته. خب نه، اون آب پشت سد جمع میشه، انقدر جمع میشه که اون موقع یک فشار مضاعف زیادی به سد وارد میکنه و ممکنه سد رو بشکنه. بعد اون موقع میشه وسواس، اون موقع میشه پرخاشگری، اون موقع میشه دعوا یا چالش یا حتی خراب کردن اون آزمون یا موقعیتی که توش هستن. من نه قرار سد نبندم که اجازه بدم این رودخانه خروشان به هر روش و هر جایی هر مسیری که میخواد و پیش بره. نه قراره وقتی سد میبندم دریچه هاشم ببندم بگم کامل انسداد. هیچ کدوم. قراره اگر سدی وجود داره برای هدایت این رودخانه، برای هدایت این مسیر، اما دریچه هاش باز باشه که هم من بتونم ازش استفاده بکنم، هم فشاری وارد نشه، هم اون طرف حجم آب پشت سد انباشته نشه که آسیب بزنه. جوابم به سوال شما رو با یه مثال گفتم، ولی حالا میخوام همین رو برای بچه‌ها توضیح بدم که من باید راه‌های مدیریت استرسم رو مثل همین ذهن آگاهی که الان گفتم یاد بگیرم. این میشه همون دریچه‌های سد. اما اینکه من کلاً آزمون ندم و وارد اون موقعیت نشم کاملاً اشتباهه، چون اون موقعیت هست، من فقط نمیبینمش و من بعد یه جایی با اون چالش روبرو میشم که دیگه انقدر سطح هیجانم بزرگ شده، انقدر بالا رفته که دیگه مدیریتش آسون نیست. آسون که نیست که نه، برعکس خیلی هم سخته و نشدنی شاید. و از اون طرف این که من بگم هر بار وارد این چالش بشم، نه، وارد شو اما مدیریتشو نداشته باشم، بازم هر بار دارم انگار آسیب میبینم، فرقی نمیکنه. یعنی اون ترس و استرس بیشتر میشه اگه مدیریت نکنم. پس یعنی من هم باید توی موقعیتش باشم، هم مدیریتشو بلد باشم، نه فرار کنم، نه غرق استرسم بشم که واقعا هی بیشتر میشه. من وارد آزمون میشم میبینم وای استرسم بیشتر شد، باز استرس میگیرم از استرسم. خب پس فرقی نکرد، یعنی باز اون آسیبه وجود داره. اما زمانی که من مدیریت استرسم رو یاد میگیرم، نه نیاز هست فاصله بگیرم از آزمون دادن، نه اینقدر توی آزمون به هم میریزم. صاف رفتیم سراغ جلسه کنکوریه ها. سر جلسه کنکور
خب از این ور اون ور بچه‌ها میشنون که ما استرس میگیریم، اینجوری میشه اونجوری میشه، به خصوص الان که غیر حضوری هم هستش، یعنی آزمون های آزمایشی غیر حضوریه. دانش آموز میخواد بره سر جلسه کنکور توی مثلا یه حوزه‌ای که فرض کنید 2000 نفر 3000 نفر قرار آزمون بدن، هیچ موقع اون جمعیت رو ندیده، الان تو خونه تک نفری یا نهایتا مثلا مدرسه‌شون اگر اجازه بده 10 نفر 20 نفر 30 نفر میشینن آزمون میدن. توی این فاصله چیکار باید انجام بده که به قول معروف جو کنکور و استرس کنکور تاثیر منفی روش نذاره؟ تا یه حدی استرسی گفتیم مثلا مفید باید داشته باشید، اون جو منفی و اینکه میگن من هول شدم از در حوزه رفتم تو اون همه جمعیت رو دیدم، به خصوص پارسال بچه‌ها زیاد میگفتن چون که پارسال هم غیر حضوری بود آزمون های آزمایشی این اواخر، یعنی تقریبا که نه دیگه 4 ماه این برم 5 ماه مثلا بچه آزمون غیر حضوری دادن، تو خونه آزمون دادن، یهو رفتن سر جلسه کنکور و میگفتن خیلی جو سنگینی بودش این که دور و برمون این همه آدم میدیدیم. اینو چیکار میتونه اصلا راهکاری داره؟ حالا شاید کامل نشه برطرفش کرد، چیکار بکنن اون استرس سر جلسه کنکور کمتر بشه؟ درست میفرمایید، یعنی شرایطی که الان وجود داره مخصوصا با وجود غیر حضوری بودن آزمون، یعنی یه فاصله گپ خیلی زیاد بین اون چیزی که بچه‌ها توی این 1 سال تجربه میکنن و اون 1 روز داره اتفاق میفته. خب هیجان بچه‌ها رو، استرسشون و شرایط رو کلا متفاوت میکنه و واقعا یه بخشش کاملا عادیه که هممون این شرایط رو تجربه بکنیم. حتی اگر من نوعی شاید برای مثلا کلاس 10 نفرم اگر یه آموزشی دارم شاید انقدر استرسم بالا نره، ولی وقتی برای یک جمعیت 500 نفره میخوام صحبت بکنم بهتر هیجانم بالاتر میره. این کاملا عادیه، پس این بخشش رو من راجبش حرف نمیزنم. میام سراغ اون نکته یا جایی که بچه‌ها هر دونه از آدم‌ها رو یه رقیب میدونن. ای وای 300 تا رقیب فقط تو این حوزه، ای وای 500 تا رقیب تو این حوزه، وای پس نه نمیشه، وای من فکر نمی‌کنم بتونم. اولین نکتهش اینه که خب بچه‌ها آدم‌هایی که دارن دورشون می‌بینن، بچه‌هایی که دورشون می‌بینن رو یه رقیب بالاتر، تازه یه رقیبی که این دیگه همه جوره خونده، ببین قیافش قشنگ مشخصه که ترکونده دیگه اومده سر جلسه. یه چیزی که بچه‌ها باید بدونن اینه که شرایط برای همه همینطور بوده، یعنی همه همین حس رو دارن که خب وای من الان اومدم توی جمع، وای 300 نفر دارم میبینم، 500 نفر دارم میبینم، پس این فقط مختص من دانش آموز که الان وارد این جمع شدم نیست، هممون الان همینو داریم تجربه میکنیم. خب پس این همه گیر بودنش یعنی سطح هیجان همه میاد بالاتر. نکته بعدی اینه که بچه‌ها همون ذهن آگاهی که گفتم، مثلا اگر یکی داره سر و صدا میکنه انقدر که توی فضای خونه، فضای سکوت، بدون صدا، همه چیز عالی در بهترین حالت خودش بوده، الان اگر یکی رد میشه از کنارشون به عنوان یه مراقب میگه وای من تمرکزمو از دست دادم. اگر یکی مثلا داره بیسکویتشو باز میکنه، صدای پلاستیک بیسکویتش میاد، وای من اعصابم خورد شد. صدای ورق زدن اون، این چرا اینقدر تکون میخوره، اون چرا اینقدر راه میره. میتونن از الان به خودشون این شرایط مشابه رو بدن. یعنی چی کار بکنن؟ یعنی اگر توی خونه دارن آزمون میدن، پای سیستمشون هستن، از اون سکوت محضه، از اون عالی بودنه، از اون شرایط پرفکت بودنه کم بکنن. مثلا اگر دارن آزمون میدن، خانواده اون طرف توی فضای خونه دارن صحبتشون رو میکنن، گپ و گفتشون هم میکنن، تو این طرف تو اتاق خودت آزمونتو بده. یعنی تمرین کن نشنوی حرفاشونو، تمرین کن تمرکزت الان روی فکرای خودت باشه. این میشه همون ذهن آگاهیه. این یه نکتهش. نکته بعدی اینه که بچه‌ها میتونن الان یه ذره جو رو برای خودشون بسازن. مثلا یه سری آزمون‌هاشون رو به جای اینکه آنلاین بخوان برگزار کنن، پرینتش رو بگیرن، دفترچه‌ایش کنن. یعنی خودشون اون فضا رو فراهم کنن. یا اینکه اگر دارن آزمون میدن، آزمونشون رو توی یه فضایی مثلا میز یا صندلی که خود شرط کنکور فراهم میکنه رو داشته باشن. صندلی تک نفره مثلا. دقیقاً. نه اینکه مثلا من میرم روی میز غذاخوری توی سالن نشستم، همه چی هم دورم پهنه، حالا دارم آزمون آنلاین انجام میدم. دراز کشیدم رو تخت و دقیقاً.
یه ذره خودشون رو با شرایط، یه ذره با فضای اون روز کنکور آماده بکنن، آشنا کنن، واردش بشن تا بتونه از الان بهشون کمک بکنه. و یه نکته دیگه این که از الان آزمون‌های آزمایشیشون رو به چشم کنکور برن بدن. یعنی من دارم امروز اگر آزمون دارم نگاه میکنم ببین این کنکور منه ها، الان اگه کنکور باشه من دارم چی کار میکنم، اینجوری نگاهش بکنه. خب به سطح هیجان از الان بالا میاد، سطح استرسشون میره بالاتر. حالا تمرین کنید اون ذهن آگاهی که گفتیم، اون چیزی که اگه سطح استرس هم میره بالا، اگه 2 تا سوال نزدم حالا دارم مدام خودخوری میکنم، مدام دارم سرزنش میکنم خودمو، 3 تا تنفس دیافراگمی، آروم شو، ریلکس شو، برو سوال بعدی. یا از تکنیکایی که مشاورین تحصیلی عزیز تا الان کمکشون کردن که نوع سوالا مثل سوالایی که بلدشون نیستم، سوالاتی که زمان بر هستن، سوالاتی که مسلطم روشون رو، این تکنیک تستنیه رو قطعاً بچه‌ها از طریق مشاورین عزیزشون تا حالا دریافتش کردن. الان وقتشه که هم هیجان رو اضافه کنن به روال آزمون هاشون، هم مدیریت استرس رو اضافه بکنن. درسته. دکتر ببخشید من یه نکته ای رو بگم. از اون طرف ماجرا هم دیدم که مثلا اگر توصیه میشه شرایط محیطی رو آماده بکنیم، بچه‌ها یه پا وای میستن که باید بری برای من صندلی بخری، درست، باید بری فلان کار بکنی. نه دیگه، اصلا بحث سر این نیست که من الان دارم مثلا برم توی یه سالن بزرگ بشینم روی یه تک صندلی بگم خب این یعنی دقیقاً شرایط کنکوری که خانم دکتر گفت برای خودتون فراهم کنید. نه، معنیش این نیست. معنیش اینه که به قول فرمایش شما به جای اینکه توی تختت دارید سوالا رو جواب میدی، پاشو بشین قشنگ. به جای اینکه تو سالن نشستی بین جمع همه به مشورت، شور و مشورتی دارین میزنین، نه دیگه، حالا فضا رو به خودت بده. منظور این نیست که من حتما بگم باید برم صندلی بگیرم، باید برم پرینتر بگیرم، باید ببین شما امکاناتو در اختیار من نمیذارید. نه، اینا نیست. اینو اضافه کردم چون دیدم بچه‌ها بعضن این کارو میکنن که نه دیگه، ببین الان خانم دکتر گفته باید این فضا فراهم بشه، پس باید برای من تهیهش بکنید. درست. تا جایی که امکانات اجازه میده دیگه خودتون رو باید نزدیک به فضای کنکور بکنید. خب دست شما درد نکنه. مورد دیگه ای هستش که بخوایم به داوطلب‌ها بگید؟ من 2 تا نکته رو برای دانش آموزا خواستم اضافه بکنم. اولین نکته این که تغذیه‌شون برای روز کنکور مهمه. من چیزی که میبینم این که مثلا بچه‌ها میگن از اواسط جلسه من دیگه قندم افتاده، انرژیم افتاده، یخ کردم، دارم میلرزم و اصلا دیگه نمیتونم ادامه بدم، تمرکز ندارم. تغذیه‌شون مهمه از این بابت که بتونن قند لازم رو برسونن. شکلات و کیک و نمیدونم آب میوه ها اینا قند کاذب داره و یه دفعه قند رو بالا میبره، یه دفعه هم میندازتش. بهتر اینه که بچه ها صبح کنکور از صبحانه های استفاده کنن که 2 تا بخش داره، هم این هیدروکربن های زودسوز رو داره، هم هیدروکربن های دیرسوز. مثلا نون و پنیر یا مثلا صبحانه‌ای که با نون همراه هست، با مثلا کیک اگر شیرینه اگر هرچی هست، اینا بعد ظرف مدت 20 دقیقه شروع به سوخت و ساز میکنن و وارد متابولیسم بدن میشن و بعد از 2 ساعت دیگه ندارمش. حالا من احتیاج دارم بعد از 2 ساعت حالا اون صبحانه‌ای که خوردم و هیدروکربن دیرسوز داره فعال بشه، مثل عدسی، مثل نیمرو، مثل خوراک لوبیا. حالا اگر قرار باشه من اون قند لازم رو طی کل جلسه داشته باشم، پس صبحانه خوردن کنکورتون مهمه. چیزی که من دیدم شاید بچه‌ها میگن نه نمیتونم بخورم، اصلا هیچی نمیخورم، اصلا نمیتونم، از میل ندارم، از گلوم پایین نمیره. بچه‌ها هر طور شده به خودتون این قند رو برسونید. و نکته بعدی این که از تکنیک‌های ذهن آگاهی که یکیشو من اسم بردم میتونید برید اضافه بکنید به اطلاعاتتون، سرچ بکنید، اطلاعاتتون رو به دست بیارید، میتونه خیلی کمکتون کنه. یه نکته کلیدی که میخوام بگم، بچه‌ها اگر فکر میکنید سطح اضطرابتون از 7 بالاتره
و براتون کنترلش سخت شده یا اصلا قدرت کنترلش رو ندارید، حتما با یک روانشناس صحبت بکنید. حالا این روانشناس میتونه تو مؤسسه کنکوری که هستین باشه یا اینکه نه اگر خودتون کسی رو میشناسین حتما با یک روانشناس در ارتباط باشین تا بتونه کمکتون کنه حتی از همین الان سطح استرابتون پایین بیاد که برای روز کنکور از همه پتانسیلتون استفاده کنید برای رسیدن به هدفتون. دست شما درد نکنه خانم دکتر، خیلی زحمت خواهش کشیدید، می‌کنم. بچه‌ها هم استفاده کردن. ممنون. بزرگوارین، خواهش میکنم. متشکرم.